سلام و درود به همه چی دنیای عزیزم. میخوام توی این ویدیو 10 تا پیش بینی تلخ و شیرین سال 2050 رو بهتون بگم. پس حتما با من همراه باشید. شماره 1: کره زمین در سال 2050 دارای جمعیت زیادی میشه و دلیل اصلی اون رشد علم پزشکی و زنده موندن بیشتر بچه‌ها در حین تولد در هند و آفریقا است. سازمان ملل متحد پیش بینی میکنه که جمعیت کره زمین به حدود 9 میلیارد و 700 میلیون نفر در اون سال خواهد رسید. شماره 2: در حال حاضر کره زمین به دلیل مصرف سوختهای فسیلی و آلودگی حاصل از اون در حال گرم شدنه و اگر جلوی رشد این روند گرفته نشه تا سال 2050 نسل 10% از گیاهان منقرض میشه. خیلی از سواحل و جزایر زیر آب میره و بسیاری از سرزمین‌های گرم غیر قابل سکونت میشه و تقریباً 1/3 از حیات از بین میره. شماره 3: طبق آخرین آمار انجمن بین‌المللی حمل و نقل تعداد خودروهای جهان در سال 2050 به 2.5 میلیارد میرسه که دلیل اصلیش بالا رفتن قدرت خرید مردم چین برای خرید یک ماشینه. شماره 4: اقیانوس‌های جهان در سال 2050 پر از بطری‌های پلاستیکی میشه که همراه با ماهیگیری‌های بی‌رویه و فوق صنعتی میتونه نسل تمام ماهی‌ها رو توی اون سال از بین ببره و حتی به 0 برسونه. شماره 5: در سال 2050 بیشتر از 40% از شغل‌های دنیا رو ربات‌ها صاحب میشن چون ارزان‌ترن و بهتر و سریع‌تر هستن. البته ممکنه شغل‌های جدیدی بیان روی کار. شماره 6: در سال 2050 99% مردم سواد خواندن و نوشتن خواهند داشت که این خبر خوبیه. شماره 7: آلودگی هوا در سال 2050 به اوج خودش میرسه. اونم به خاطر تعداد بالای ماشین‌ها و آلودگی هواست. شماره 8: یک پیشبینی خوب دیگه اینه که در حال حاضر فقط حدود 40% از مردم جهان به اینترنت دسترسی دارن ولی در سال 2050 98% مردم جهان به اینترنت دسترسی خواهند داشت. شماره 9 که پیشبینی خیلی خوبیه، اونم اینه که جنگ‌های دینی، عقیدتی و قومی نصف آمار امروز میشه و دلیل اون بالا رفتن فرهنگ و سواد مردم در نقاط مختلف جهانه و احتمالاً فقط در نقاط پرجمعیت مثل هند، پاکستان، نیجریه و سودان بر اثر کمبود آب و غذا جنگ‌های داخلی وجود خواهد داشت. شماره 10: واکسن ایدز و سایر بیماری‌های صعب العلاج کشف میشه و بیماری‌های درمان ناپذیر تقریباً به 0 میرسه ولی معلوم نیست تا اون موقع چند تا بیماری و ویروس‌های جدید به وجود میاد. خب عزیزان، خیلی ممنونم ازتون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگر که خوشتون اومد لایک یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.